واژه آسون و قشنگ که ما ترجیح میدیم معادل بیگانه‌شو به کار ببریم. کاربافک که از دو جزء آسون و معنیدار تشکیل شده، ولی ما ترجیح میدیم عنکبوت عربی رو بهش به کار ببریم. 2 آببند یا آبخاری که بازم از دو جزء آسون و معنیدار تشکیل شده، ولی ما ترجیح میدیم که لیوان ترکی رو بهش به کار ببریم. 3 قماچدان یا همون قماچدان خودمون که بازم از دو جزء آسون و معنیدار تشکیل شده، ولی ما علاقه داریم چی رو بهش به کار ببریم؟ برام کامنت بذارید. کماج هم ترکی عزیز دل، کماج ترکی. سو، بو، او، سو. بو، بوغ، بوز، بولاق، بوستان، بوهار. او آب تبدیل شده. این هر سه از ترکیه. دن و دان، اردان، بوردان، یردن، وندی دیگر هست مثل کل وندهایی که در ساخت دری از ترکی مورد استفاده قرار گرفته. چرا؟ چون دری گویشی از ترکیه عزیزای دلم. هر چی که گفتن رو بریزید دور، همه جعلیات بود. دری گویشی از ترکیه و ما ملت و تاریخی به نام پارس نداریم در کل. حالا کار هندیه، به تش نرسیدیم که مثل فرهنگ ببینیم اونم ترکی از آب داد. چرا؟ چون هند خودش 3000 سال حوزه حکومت ترکان بوده. داستان این شکلیه.